با سلام دوباره خدمت دوستان عزیز. دوستان امروز بازی پیکسل تپ رو میخوام معرفی کنم براتون. بازی پیکسل تپ با همکاری صرافی بیتگت لانچ شده، راه انداز شده و چند تا ولت دیگه. بازی معتبریه، حتما انجامش بدین. برای انجام دادن بازی با لینک که وارد بشین کافیه گزینه استارت رو بزنین. این صفحه میاد براتون، لانچ بات رو میزنین، وارد صفحه پیکسل تپ میشه. حالا اینجا من چون از قبل وارد شده اینجوری میاد. روش بازی اینجوریه که خودش براتون جمع آوری میکنه سکه‌ها رو. حالا با زدن گزینه کلیم از هر 8 ساعت میتونین دوباره ببینین. اینجا دوباره میتونین دوباره جمع آوری کنین، یعنی 8 ساعت یه بار بیاین جمع آوری کنین کافیه، روزی 2 بار بیاین کافیه، خودش براتون جمع میکنه. نحوه بالا بردن دیلی بالانس هم گزینه. باید بیایم سمت گزینه فایت. حالا من اینجا 4 تا کارت خریدم. باید کارت بخرید. چه کارت تعداد کارت بیشتری داشته باشین دیلی بالانس بیشتری میده بهتون و این کارت ها رو آپدیت کنین بازم بالانس بیشتری میده بهتون. ولی از یه جایی به بعد دیگه آپدیت و خریدن کارت به صرفه نیست. نگاه کنیم برای الان برای خریدن کارت 10,000 کوین میخواد. از این کوینی که ماین میکنیم 10 میلیون میگم 10,000 که به صرفه نیست. بهتره پس 4 تا کارت برای من فعلا کافیه، بهتره همین باشه. بعد گزینه عین روزانه که اینه، یه گزینه ریوارد هم داره اینجا. در گزینه ریوارد که هر روز میایم یه دونه دیلی ریوارد داره و یه دونه دیلی کومبو. دیلی کومبو کارت و دیلی ریوارد هم که الان بریم ریوارد روزانه. الان من 7 روز پشت سرم اومدم 500 که الان بهم ریوارد میده. دوباره از اول شد، 500 کار رو گرفتم دوباره از اول. هر روز 10 کا 20 کا 30 کا تا 500 کار رو میده. بعد دیلی کومبو رو میزنیم. دوستان گزینه دیلی کومبو یکم دیر باز میکنه، باید صبر کنید. برای کارت های روزانه این بازی من هر روز توی کانالم میذارم، میتونیم بیاین اونجا کارت هاشو برداریم. این دیلی کومبو به صورتیه که 4 تا کارت رو انتخاب کنیم. اگر 4 تاش با ترتیب درست باشه 100% این ریوارد رو مکس ریوارد رو بهمون میده. برای امروز کارت اول، کارت دوم، کارت سوم و کارت چهارم. دوستان اگه این کارت ها رو جابجا بذارین درصد کمتری تعلق میگیره. باید نحوه چیدمان درست باشه. چک رو میزنیم، بعد 100% ریوارد رو میگیریم. بعد یه گزینه دیگه هم داره این بازی به قسمت فایتش. همون الان ما این بازی مثلا باختیم 4,000 تا از سکه همون کسر میکنه. به موقع بردم 4,000 تا بهمون اضافه میکنه. ارزش آنچنانی نداره. حالا این بازی خیلی ساده است. کلا 2 تا گزینه، یه دونه ارن و یه دونه ریوارد داره. خیلی آسونه. بازی خیلی معتبری هم هست چون صرافی بیتگت پشتشه و انجامش بدین زیاد ازتون وقت نمیگیره
ازتون زیاد وقت نمیگیره. انشالله که پول بشه براتون و انشالله که همیشه پرسود باشین. خیلی ممنون که تا اینجا بودین. خداحافظ.